ساکن 41 ساله ناحیه رودکی عزیزا سیراج‌الدین که پیش برای صادر کردن کردار جنایتی ادای جزا کرده است میبایست راه درست زندگی را انتخاب میکرد، ولی برعکس نامبرده دست به جنایت‌های دزدی و قلابی زده است. چنانچه نامبرده مرتبه اول ماه ایول سال 2017 با مقصد دزدی با راه غیرقانونی وارد منزل استقامتی شهروند رحمان فریدون استقامت کننده دهه زرنثار ناحیه رودکی گردیده از آنجا 3920 سامانی را تصرف کرده است. دستگیر شده حرکت‌های جنایتی خود را ادامه داده این نوبت در بازار سفینه ناحیه مذکور با راه فریب به باوری شهروند عباد عبدالستار ساکن ناحیه رودکی درآمده خود را صاحبکار معرفی کرده از او 1750 سامانی گرفته وعده داده است که بعد خریداری مصالح ساختمانی و به منزلش رسانیدن مبلغ گرفته‌اش را بر زیاد برمیگرداند. همین طریق او را فریب داده است. این نوبت او با راه فریب به باوری شهروند شیرو پیر محمد ساکن شهر حصار درآمده با بهانه آنکه گویا در جیبش پول سامانی ندارد 900 سامانیش را گرفته وعده داده است که پس از عوض کردن اسعار خارجی مبلغش را برمیگرداند. عین حال این قلاب مکار بازداشت و نسبتش پرونده جنایتی آغاز گردیده است. با پیشنهاد مطلب مذکور از تماشابینان برنامه احترامانه خواهش می‌نماییم که کسی اگر از این نفر مردم فریب جبر دیده است میتواند به میلیسیای محلی زیست خود مراجعت کند.